فاطمه واسط سواله. چطوری انیمیشن های اینطوری میسازن تا آدمک تکون بخوره و حرف بزنه؟ من اینجام تا بهت بگم. اول باید عکس رو با هوش مصنوعی بسازی یا حتی خودت میتونی بکشی و طراحی کنی. بعد باید اون شخصیتی رو که طراحی میکنی رو به هوش مصنوعی زیر بدی. کنید که قشنگ انیمیشن رو میسازه. اما ممکنه ازت پول بخواد. نه، این امکان نداره. نظر من دوباره برو حساب بساز که دوباره بتونی راحت استفاده کنی. خب بذار از بحث اصلی جدا نشیم. خب وقتی عکس رو گذاشتی بهش توضیح بده که پلک بزنه و حرف بزنه. وقتی دیدی ساخت میبری داخل برنامه اینشات یا هر برنامه ویرایشگر دیگه و صداش رو قطع میکنی و اگه میخوای صدای خودت یا هر کس دیگه ای رو میتونی بذاری یا اصلاً به همون هوش مصنوعی دیالوگ با متن بدی که خودش اونها رو بگه.